اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. عبس و تولی ان جاءه الاعمى. پیامبر جبین در هم کشید و رو گردانید از اینکه نزد او نابینای آمد. و ما یدریک لعله یزکی او یذکر فتنفعه الذکرى. چی میدانی؟ شاید او پاکی و تقوا پیشه میکرد یا پندی میگرفت و آن پند به او سودمند واقع میشد. اما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. اما کسی که بی نیازی نشان داد تو به سوی او رو می آوری و اگر پاکیزه نشود هم بر تو الزام وارد نمی شود. و اما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. اما کسی که نزد تو بیاید و به سوی تو بشتابد و او از خدا می ترسد پس تو از او روی برمیتابی. نباید چنین شود. این آیات پند دهنده است، پس هر که بخواهد از آن پند گیرد. فی صحف مکرمه مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة کرام بررة. در صحیفه های مکرمت اندود والا مرتبه پاکیزه قرار دارد به دست نویسندگان گرامی قدر نیکوکاری. قتل الانسان ما اکفره. کشته شود این انسان که چقدر ناسپاس است. من ای شیء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. او را از چی آفرید؟ از نطفه یعنی قطره منی او را آفرید و به اندازه متناسب مشخص کرد. سپس راه را برایش آسان گردانید. باز او را میراند و به قبر گذاشت و هرگاه بخواهد باز او را برمیانگیزد. كلا لما يقض ما امره. نه، هرگز چیزی را که به او امر کرده بود به جا نیاورد. فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. پس انسان باید به خوراک خود بنگرد. بیگمان ما آب را به وفرت فرو ریختیم، سپس زمین را به گونه خاصی شگافتیم و در آن دانه های رویانیدیم. انگور را و سبزیجات را، زیتون را و خرما را، باغهای با درختان غلو را و میوه ها و علفچره ها را برای بهره یابی شما و مواشی شما. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. سپس چون قیامت با مشخصه آواز گوشخراش خیش بیاید
روزی که انسان از برادر خود بگریزد و از مادر خود و پدر خود و از زن خود و از اولاد خود. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هر یک ایشان در آن روز از خود حالتی دارد که او را از توجه دیگران بی‌نیاز می‌گرداند. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. در آن روز روی‌های است تابنده و درخشان، خندان و شادمان، و در آن روز روی‌های است غبارآلود، سیاهی آنها را پوشانیده، هم ایشانند کافران بدکار. صدق الله العظیم. خداوند راستگوی بزرگ است.